سلام. احتمالاً خیلیاتون شنیدین که تو این چند سال اخیر زندگی تو کانادا خیلی گرونتر شده. تو این ویدیو می‌خوایم تغییرات قیمت یه سری اقلام خوراکی ضروری مثل گوشت، مرغ و میوه رو از سال 2017 تا 2024 تو کانادا با هم بررسی کنیم و ببینیم این گرونی‌ها تو این چند سال چقدر بوده. با ما همراه باشید. خب، آیتم اولی که می‌خوایم با هم بررسی کنیم گوشت گاو قیمه‌ایه. همونطور که تو نمودار می‌بینید قیمت 1 کیلوش تو سال 2017 به طور میانگین $12.66 کانادا بوده، ولی تو سال 2024 این قیمت به $16.68 رسیده. یعنی حدود 32% افزایش قیمت. الان که این ویدیو رو داریم ضبط می‌کنیم قیمت $1 کانادا حدود 45000 تومان. آیتم بعدی گوشت گاو چرخ شده است که قیمت 1 کیلوش سال 2017 $9.12 بوده، 2024 رسیده به 11.72 یعنی 29% افزایش. مورد بعدی مرغ که قیمت 1 کیلوش 2017 5.15 بوده، 2024 به 6.57 رسیده یعنی 28% افزایش قیمت. آیتم بعدی سینه مرغ که قیمت 1 کیلوش 11.38 بوده، رسیده به 13.66 یعنی 20% افزایش قیمت. مورد پنجم تن ماهیه. یه تن ماهی 170 گرمی تو سال 2017 $1.44 بوده، الان شده 1.72 یعنی 19% افزایش قیمت. قیمت 1 لیتر شیر 2.17 به 2.92 یعنی 35% افزایش قیمت. ماست 500 گرمی 2.48 به 3.38 یعنی 36% افزایش قیمت. یه شونه تخم مرغ 12 تایی از $3 رسیده به 4.26 یعنی 42% افزایش قیمت. 1 کیلو سیب از 3.75 به 4.98 حدود 33% افزایش قیمت. پرتقال 1 کیلوش از 2.71 به 4.03 یعنی حدود 49% افزایش قیمت داشته. موز از 1.58 به 1.65 تقریبا ثابت بوده، حدود 4% افزایش قیمت. سیب زمینی از حدود $3 رسیده به 4.87 یعنی 63% افزایش قیمت. گوجه از 4.48 به 5.26 نوسانات زیادی داشته، حدود 17% افزایش قیمت. پیاز از 3.11 به 5.8 86% افزایش قیمت. کره 454 گرمی از $4.1 رسیده به $5.5 34% افزایش قیمت. یه بسته نون 675 گرمی از 2.78 رسیده به 3.38 یعنی 22% افزایش قیمت. برنج سفید 2 کیلویی از 6.94 رسیده به 9.43 36% افزایش قیمت. و آخرین مورد هم روغن مایع گیاهیه که 3 لیترش از $5.67 تو سال 2017 رسیده به $10.24 تو سال 2024 یعنی حدود 81% افزایش قیمت. ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودین. امیدواریم از این پست لذت برده باشین. حتما این ویدیو رو لایک کنین و با دوستانتون به اشتراک بذارین.